بازار پل سوخته در این داخل هم دوستان عزیز میبرم که جای عکس گرفتن است و بسیار زیبا و مقبول عکس ها میگیرن مردم. عکاس و موجه شیشتگی هست. این طرف دوستان عزیز دیگه آب کشته است، حال و بالو که میبینین. ببینین چه یک جای زیبایی است، چه قسم گلک های زیبایی داره دوستان عزیز. ببینین این طرف دو طرف چراغان باشه، فکر کنین شب شما میشه به این عکس گرفتن چه یک فضایی میشه، چقدر زیبا میشه. این طرف چندین بار دوستان عزیز همیشه را نمایشگاه کتاب جور کردن و دوباره نمایشگاه خلاص جمع کردن. نیاز میسپارم روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان. سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و در هر جای جهان که زندگی میکنین زندگی با طبق میل دلتان پیش برد. دوستان نهایت گرامی، این قسم که میبینید برچی صدا دارن دیگه. ما دوستان عزیز در پل سوخته شهر کابل هستیم. پل سوخته رنگ شده دوباره دوستان عزیز. رنگش اگر یادتون بیاد چند روز قبل سبز بود، حالا دوباره رنگ شده. گروپک‌های چراغان، گروپک‌هایی که چراغ‌های کوچک است یا لایت‌های ساده و چه قسم دیزاینی برش میگن، از اونا آویزان شده. بسیار زیبا و بسیار هم مقبول. دیگه دوستان عزیز این موتورهای دشت برچی چهارراهی شهید هستن که میرن و میاین. دیگه بریم دوستان عزیز که ما براتون دو طرفی از اینجا نشان بدم. ببینید دوستان عزیز، اولا اینجا خب رنگ شده، رنگش هم تو رنگه که آبی زیبا قشنگ و مقبول داره. این طرفشون دیگه دوستان عزیز بازار هست، بازار پل سوخته. در این داخل هم دوستان عزیز میبرم که جای عکس گرفتن است و بسیار زیبا و مقبول عکس ها میگیرن مردم. عکاس و موجه شیشتگی هست. این طرف دوستان عزیز دیگه آب کشته است، حال و بالو که میبینین و همونطور بازار دوستان عزیز بسیار پر جمع و جوش هست که میبینید دیگه در تصویر. طرف هم همونطور لایت هایی را که براتون گفتن دوستان عزیز بند شده و بسیار همونطور زیبا و مقبول ساخته. خدا میدونه دوستان عزیز در شب چه قسم زیبا شود. حتما دوستان عزیز یک روز در شب همچنان میایم و بخش میبینیم. دوستان عزیز اگر همونطور پیش بریم میرسیم به گلوی دواخانه شهر کابل. با گلوی دواخانه میرسیم دوستان عزیز. یا گلوی دواخانه نمیریم اما یعنی بازار میبینیم دوستان عزیز. دوباره اون طرف دور میخوریم. بعدن جای که براتون وعده دارم و داخله که گلا هستن میریم از اونجا همچنان دیدن میداشته باشیم. کلا پاچه رو ببینید دوستان عزیز، کلا پاچه فروشی هست، دل است، پاچه، اشکمبه، گوشت کله هست دیگه. همه چیزی که میبینید دوستان عزیز در این بازار هست. خود دوستان عزیز این بخش بازار دیگه مثل ادامه داره. همه قسم در تصویر میبینید. دوستان عزیز یک بازاره که همه تو زیبا و مقبوله و همه تو میوه های بسیار تازه، ترکاری باب و همه چیز در این بازار پل سوخته پیدا میشه. خب دوستان عزیز رسیدیم به چهارراهی گلوی دواخانه. چهارراهی دوستان ببخشید گلوی دواخانه، که گلوی دواخانه رو در ویدیو قبلی دیدیم، نمیخوایم رو دوباره ببینیم. حالا دوستان عزیزم پیاده روک سلو میریم دوباره به طرف پل سوخته شهر کابل. این گلک ها چطور سبز و تازه مانده این دوستان عزیز، هرچند خزان است اما بسیار گلک ها تازه و متو خوبش ماندن. این کاسرایی را که میبینید دوستان عزیز نوبت دارن میرن به طرف شار، به طرف پل سرخ دیگه، به اون طرف ها میرن زیادترش به طرف شار میره دوستان عزیز دیگه. اگه یک ازگاه باشه دیگه شما نمیفهمم. این طرف هم دوستان عزیز در بغل پل سوخته بیرق کشور دوست ترکیه زده شده که به همکاری کشور ترکیه جور شده احتمالاً، که بیرق شام زدگی هست.
اینجا رو میگیم دوستان عزیز. ببینید بیرقش اینجا زرگی هست. دوستان عزیز قبلا خلا سوخته قسمی نبود. این یک جای دوستان عزیز کنوز هم است، اما از اینجا مردم گم شده، پودری ها گم شده. ما هر بار دوستان عزیز این بخش نشانتان میتونم همین طرفه، چون که یک جای عبرت است دوستان عزیز. واقعا انسان چطور میتونه در تو یک جای کثیف، در تو یک جای مردار زندگی کنه و در تو یک جای زنده بانه اصلا دوستان عزیز. یکی از چیزا رو دوستان عزیز که من شنیدم از دوستایی که معتاد بودن، دوستان نه دوست گفتن نمیشن، و خودم کسایی که معتاد بودن میگه همگی ما یک سگ نگاه میکردیم. زمستان که میشد تو یک منبع گرمی بود برای ما دوستان عزیز. میگه همراه از او گرم بودیم، با مو سگ میخوابیدیم، همو سگ بغل میکردیم و با مو سگ زنده میموندیم، وگرنه در زمستان پی معلوم داره از که دو درجه سردی کس تحمل نمیتونه و همگی میموره. خب دوستان عزیز این بخش به این که بریم ببینیم چه یک جایی که زیبایی است، چه قسم گلک های زیبایی داره دوستان عزیز. ببینین این طرف دو طرف چراغان باشه، فکر کنین شب شما میشه به این بگز گرفتن چه یک فضایی میشه، چقدر زیبا میشه. این طرف چندین بار دوستان عزیز همیشه را نمایشگاه کتاب جور کردن و دوباره نمایشگاه خلاص جمع کردن، نمایشگاه کتابی برگزار میشه و اما تو دیگه نمایشگاه ها و همین بخشکش دوستان عزیز واقعا من بسیار خوش میاد. البته دوستان عزیز هر وقت کاملا فکر نکنید که پیاده رو است، این بین سرک است، فقط به خاطر یگان عکس گرفتن و چیزاست، وگرنه راهش آخرش مسدود است و بند است. این طرف دیگه راه نداره، راه بند است، کسایی که میان دیگه حالا مجبور هستن دوباره دور بخورن. این از این قسمت دیگه گلک ها رو میبینین دوستان عزیز. خوب گلک های تازه و مقبول داره این بخش. بین سرک است، این طرف موترها میرن، از این طرف هم میرن، بعض موترها میاین دیگه. این طرف از طرف گلای دواخانه میاین، اون طرف از طرف پخته سنگی دوستان عزیز راهش است. اینی بچه ها هستن که دوستان عزیز عکس میگیرن. این کل مصنوعی مکدونالد جا هست، تصویر میبینین از بچه هستن که یا عکس میگیرن دوستان عزیز. عکاس ها هستن دیگه به حساب. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همه تونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.